سرخط خبرها رسانه‌ها گزارشگری سازمان ملل با دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه واخورده است. نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت در بدخشان و آزادی بیان در تاجیکستان و ادامه بازداشت بلاگران دغل گفتار. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 9 دکبر است. بعد از ظهر امروز 9 دکبر در قرارگاه سازمان ملل در دوشنبه نشست خبری مری لولور گزارشگری ویژه این سازمان وابسته به حامیان حقوق برگزار می شود. مری لولور روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمده بود و طول قریب 2 هفته اینجا بود. مسئولین سازمان ملل هنوز درباره جزئیات واخوری‌های مری لولور گزارش ندادند، اما از عکس‌هایی که بر شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود که مری لولور با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان دیدارها داشته است. خبرگزاری آزیا پلوس از قبل منبع خود نوشته است که مری لولور با روزنامه‌نگاران بازداشت شده عبدالله غربتی و دلیر امامعلی ملاقات داشته است. آنها از وضعیت سلامتی خود شکایت نکردند و تنها گفتند نزدیکانشان را پزمان شدند. آنها خواستند که هر دو در یک حجره یا کامرا نگهداری شوند. گفته می شود که حالا دلیر امامعلی همراه زوقبک سعید امینی روزنامه‌نگار دیگری تاجیک در یک حجره نگهداری می شوند. مری لولور با پرونده 4 روزنامه‌نگاری محکوم شده تاجیک هم شناس شده است و با چندی از دادرس و دادستان‌های تاجیک ملاقات کرده است. بینندگان عزیز، از جریان نشست خبری گزارشگری ویژه سازمان ملل در برنامه اخبار برایتان اطلاع بیشتری خواهیم داد. یک هیئت اتحادیه اروپا ضمن سفر به دوشنبه از رویدادهای امسال و سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و وضع خبرنگاران حامی حقوق در تاجیکستان به شدت نگرانی کردند. در جلسه مشترک نمایندگان اتحادیه اروپا و مقامات بلندپایه تاجیکستان اوید به حقوق بشر که روز 7 دکبر در دوشنبه برگزار شد، دیپلمات‌های اروپایی خواستار تحقیق مستقلانه حادثه‌های بدخشان شدند. در مکالمه 13 سالانه اتحادیه اروپا، هیئت تاجیکستان درباره وضع حقوق بشر از حکومت این کشور دعوت شده است که معیارهای بین‌المللی مرافعه عادلانه را رعایت نمایند. نمایندگی اتحادیه اروپا روز 8 دکبر با نشر خبرنامه گفتند در ملاقات از جانب تاجیکستان نماینده دستگاه رئیس جمهور و معاونان وزیران کشور شرکت کردند. یک موضوع اصلی بحث در این نشست آزادی بیان و دسترسی به اطلاع بوده است که چند سال اخیر تاجیکستان را در رابطه با این مسئله ها بسیار تنقید می‌کنند. در یک مدت کوتاه در کشور 7 خبرنگار بازداشت و به سالهای طولانی محکوم به زندان شدند. اتحادیه اروپا در ملاقات اوید به حقوق بشر از فضای کاری روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق بشر و اینچنین دایره وسیع جامعه شهروندی اظهار نگرانی کرده است. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان اوقیلبک ژاپاروف در جلسه پارلمانی گفت تا آخر امسال در ولایت بادکند این کشور هم مرز با تاجیکستان 150 خانه بنیاد می شود. مسئله بنیاد خانه ها در بادکند را وکیل پارلمانی قرقیزستان ژان راکایف در جلسه 8 دکبر مطرح کرد. با گفته او شرکت های بناکاری قسم زیادی مبلغی را که برای ساختمان خانه های آسیب دیده در نتیجه مناقشه مرزی با تاجیکستان جدا شده است دریافت نکردند. ژاپاروف در پاسخ گفت برای بنیاد خانه ها در بادکند 1 میلیارد سوم جدا شده است و در صورت ضروری باز جدا کرده می شود. مرز تاجیکستان با قرقیزستان روزهای 14 و 17 سپتامبر شاهد نزاعی نوبتی شد. در نتیجه آن از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را در سر زدن مناقشه ابدار می کنند و در این زمینه یگان تحقیقات مستقلانه انجام نشده است. همساله 9 دکبر همچون روز عمومی جهانی مبارزه بر ضد کروپسیا است. در تاجیکستان از سال 2007 نهاد مخصوص آژانس نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با فساد فعال است. بعضا وقت بازداشت‌های نمایشی منصبداران و تنقید پرزیدنت درباره زیادشوی فساد در دولت مشاهده می شود، ولی با این وجود بهشوی وضع حداقل بر پایه این رده‌بندی صورت نمی‌گیرد. همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا در جامعه تاجیکستان کروپسیا وجود دارد؟ پاسخ آنها را یک جا می‌بینیم. کروپسیا سوء استفاده برای از منصب است. سوء استفاده برای از منصب است. یعنی چی؟ یعنی گرفتن پوره. ما
در این جامعه ما دیده میشه که بله دیده می شود. مقصد در کدوم در دخترای در کدوم مقامات های دولتی دیده میشه؟ در مقامات ها همش تا کمی بیش به نظر می رسد مقصد. یعنی به نظر شما کاروپسیا چی است گفته پوراگیری؟ کاروپسیا هم پورا گرفتن و چی کردن هم کاروپسیا بخوی. مثال بی نمیشه جامعه خیلی کارات برطرف کردن خیلی ختم. یک کاری است که اول اومده رفتن میگیره برای خیلی مهنت کردن در کار. به پورا باید بود شوه. آدمای با وجدان با فکرم بسیارن. با وجدان بسیارن که کاری آدم را به پورا بود کنه. این کاروپسیا اساسا در زینای بلندی هم وجود داره. زینای بلندی هم مقامات دولتی. این سوال شما ما پراتر کردنی اگر کاروپسیا وجود نمیشه فقط تشکیلات در نزد پرزیدنت وجود نمیداشت. فهمیدی؟ وجود داشت است که این وجود دارد. به فکر ما باید نظارت سخت شود از طرف حکومت از بالای شخصانی که به همین کاروپسیا چیانده باید نظارت کرده شود. باید ممکن که ریشه‌کن شود. چگونه مبارزه باید بکنند در کار؟ خیلی گفتن همو لیکور از زیاد کردن در کار، شرایط از زیاد کردن در کار، زواد و فابریکا ساختن در کار. مثال خلقه مثال همه شرایط که مهیا کردی همه کار میدرویه. کار که در اومدن همه شون با کار میشه، با زندگی چون میشه همه این میره ان شاء الله. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت یک دختر دیگر خبر داده است که برای دغل گفتاری در پخش مستقیم شبکه اجتماعی متهم می شود. دفتر مطبوعاتی نهاد می نویسد بازداشت شده دختر 27 ساله ساکن شهر دوشنبه تصدیق نموده است که هنگام پخش مستقیم در شبکه تیک تاک نسبت دیگر همصحبتان خود دشنام‌های قبیح نموده است و از این کارش پشیمان است. معلوم نیست که او زیر فشار اظهار پشیمانی کرده است یا نه. بازداشت و حبس و عذرخواهی بلوگر بانوها برای سخن یا عملشان در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحث‌های را به میان آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلوگران از طرف مقامات انتظامی درست است. برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. دوم دکبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرов در شهر مسکو ربوده و در شرایط مرموز به دوشنبه برده شد. محمد روزی اسکندرov با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد، هرچند خود او به بیگناهیش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندرov آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود. 9 دکبر سال 2018 انجمن بین‌المللی مینرالوگ‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرد. مینرال‌ها با نام فلغرید و بدخشانیت را گئولوگ‌های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرافشان پیدا کردند. مینرال‌ها معدن طبیعی میباشند که در استحصال تجهیزات طبی، اسلحه، موشک‌سازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می‌شود. در تاجیکستان عالمان کشور 30 مینرال نو پیدا کردند. در جهان بیش از 5300 مینرال ثبت شده است. 9 دکبر را چون زادروز سعدی شیرازی تجلیل می‌کنند. این شاعر و متفکر عصر 13 زاده شیراز ایران با گلستان و بستانش شهرت یار شد. 6 مصرع غزل معروف او بنی آدم اعضای یکدیگرند روی یک قاله ایرانی نوشته شده است که سال 2005 در یک تالار کنفرانس سازمان ملل متحد آویخته شد. بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. روزهای استراحت هم سامانه رادیو آزادی با آخرین خبرها در خدمت شماست. برایتان استراحت خوش آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.